الله متعال در کتاب خود فرموده است آگاه باشد که با ذکر الله دلها آرام میگیرند. با ذکر الله تمام خصلت‌های نجیب هم در فرد اللهیده و هم در دولت سرجم می‌گردند. وقتی که حاکم دولت الله را یاد می‌کند، کارهای امت را اداره نموده و آنها دلسوزی می‌کند، زیرا از آنها مسئول بودن خود را ادراک می‌نماید. این چون ذکر الله متعال خصلت را چون اخلاص پیدا می‌کند، زیرا الله عمل‌هایمان را مشاهده می‌کند. همین که انسان تصور کند که الله تعالی او را مشاهده می نماید، عملش را بهتر گردانیده از سرپیچیدن به فرمان الله می ترسد، زیرا او در این زمان وی را می بیند. همچنین با ذکر الله متعال رشد و نفوذ و توانایی صورت می گیرد، چنانکه خداوند متعال فرموده است و هر آینه این یادآوری است به تو و قومت و زود است که پرسیده شوید.